بچه یه مکان مخفی پیدا کردم که چطوری بریم این بالا. تنها کاری که میکنی اینجا میای، اینجا بعدش میای یه ذره حواست باشه. من 4 دفعه این کار کردم افتادم این پایین. حواسم باید خیلی جمع باشه. اینجا میای اینطوری آستا میری اینجا بعد میای اینطوری. یه مکان مخفی خیلی خفن هستش. خوشتون اومد لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بعد منتظر یه مکان مخفی بعدی باشید. اینترنت میتونه از همه جا دید داشته باشید. خیلی ممنون تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید و آره فهم میخواستم بهتون یاد بدم اینو.